پیاز یکی از سبزیجاتی است که در واقع ریشه آن را مصرف می‌کنیم. از دیگر سبزیجات هم خانواده پیاز می‌توان به سیر، تر فرنگی، پیازچه، موسیر و پیاز چینی اشاره کرد. گیاه پیاز برگ‌های سبز مایل به آبی دارد. بعد از اینکه برگ‌ها به اندازه کافی رشد کردند، ریشه شروع به رشد می‌کند و به شکل پیازی که مصرف می‌کنیم در می‌آید. پیاز در سراسر دنیا و تقریباً در تمام شرایط آب و هوایی کشت می‌شود. معمولاً از آن برای تهیه غذا استفاده کرده و همچنین اغلب افراد این ریشه تند و ترد را به صورت خام همراه با غذا خورند. عطر پیاز بسیار قوی است و با اولین برشی که به آن می‌زنید می‌توانید عطر تند آن را استشمام کنید. پیاز یک گیاه است با ساق‌های کوتاه، برگ‌های گوشتی و ریش‌های متورم که مواد غذایی را در قسمت ریشه ذخیره می‌کند تا بتواند در شرایط آب و هوایی سخت زنده بماند. ضد سرطان، پیاز حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است که می‌تواند به مبارزه با سلول‌های سرطانی و پیشگیری از سرطان کمک کند. کاهش کلسترول، پیاز می‌تواند به کاهش کلسترول و افزایش کلسترول خوب کمک کند. کاهش فشار خون، پیاز می‌تواند به کاهش فشار خون بالا کمک کند. تقویت سیستم ایمنی، پیاز می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن و مبارزه با عفونت‌ها کمک کند. بهبود سلامت قلب، پیاز می‌تواند بهبود سلامت قلب و عروق و پیشگیری از بیماری‌های قلبی کمک کند. کنترل قند خون، پیاز می‌تواند به کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت کمک کند. ضد التهاب، پیاز دارای خاص ضد التهابی قوی است و می‌تواند به کاهش درد و التهاب در مفاصل، عضلات و سایر قسمت‌های بدن کمک کند. بهبود سلامت پوست، پیاز می‌تواند به بهبود سلامت پوست و مو کمک کند. بهبود تنفس، مصرف پیاز در بهبود علائم بیماران مبتلا به مشکلات تنفسی مانند آسم و رینیت آلرژیک تأثیر مثبت داشته است. همچنین پیاز می‌تواند بیماری‌های تنفسی را تا حدودی بهبود بخشد. بهبود سلامت جنسی، مردم در غرب اوگاندا از پیاز به عنوان یک دارو برای کنترل ناتوانی‌های جنسی استفاده می‌کنند. علاوه بر این مصرف پیاز خاص دیگری هم برای مردان دارد. مصرف آب پیاز همراه با عسل باعث افزایش قدرت باروری در مردان می‌شود. روش‌های مصرف پیاز را می‌توان به روش‌های مختلفی مصرف کرد. می توانید آن را به صورت خام، پخته شده یا سرخ شده به غذاها و سالادهای خود اضافه کنید. همچنین می توانید از آب پیاز و عصاره پیاز استفاده کنید. نکات احتیاطی، پیاز به طور کلی بی خطر است، اما مصرف بیش از حد آن می تواند عوارضی مانند نفخ، گاز معده و سوزش سر دل ایجاد کند. اگر مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر هستید، قبل از مصرف پیاز با پزشک خود مشورت کنید. اینکه تا انتها با من همراه بودید، سپاسگزارم. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشود تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.